بعد برخورد مسلحانه 12 ایول، ارمنستان و آذربایجان در حالت نزدیک به جنگ قرار دارند. جانب‌ها یکی دیگر را با اغواانگیزی متهم می‌کنند. جامعه جهانی از دو کشور همسایه قفقاز جنوبی خواسته است عداوت را فوراً خاتمه بخشند. وزارت مدافع آذربایجان میگوید از زمان آغاز مقاومت در روز یکشنبه در مرز میان آذربایجان و ارمنستان 4 سرباز آذری کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت مدافع ارمنستان ابراز داشت که در برخورد مسلحانه 3 سرباز و 2 افسر پلیس زخم برداشتند. طبق گزارش‌ها برخورد در کنار ناحیه تاووز به وقوع پیوسته جانب‌ها از تانک و توپ و خونپاره استفاده بردند. پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف گفت که مسئولیت این اغوا بر دوش رهبران سیاسی و نظامی ارمنستان است. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در نوبت خود تاکید کرد که این اغوا به جواب نخواهد ماند. دو کشور چندین سال این جانب برای نظارت منطقه جدایخواه قره‌باغ کوهی جنجال دارند. اما در 2 سال اخیر برخوردها به وجه عموم نه در قره‌باغ کوهی بلکه در گوشه‌های دیگر مرز میان دو کشور جای دارند. اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا و روسیه از ارمنستان و آذربایجان دعوت کردند که از تحمل کار گیرند.